به یک روز بعد از مردنم فکر میکنم. آدمایی که بیتاب جای خالی من گریه میکنن. به خاطراتم که ناباورانه در ذهن عزیزانم مرور خواهد شد. به 1 سال بعد از مردنم فکر میکنم. به آدمهایی که آخرین عشقهایشان را برای نبودنم میریزند و آماده میشوند برای فراموش کردنم، برای دلبستگی ها و دلخوشی های تازه. به 5 سال بعد از مردنم فکر میکنم. آدم هایی که دیگر مرا یادشان رفته و به دنیایی که بدون وجود من هم باورجاست. چه بیهوده زمانم برای دردهایی سپری شد که از من نبود، برای دغدغه‌هایی که هیچ فایده‌ای برایم نداشت و افکار آزاردهنده‌ای که فقط حواس مرا از زندگیم پرت میشه. چه رویاهایی که تا این لحظه در پستوی باورم سرکوب شد و چه کارهایی که باید میکردم اما نکردم.